السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، این حال در خانه خدا یعنی کعبه هستیم. نماز بامداد انشاءالله به روزگی پروردگار خواندیم. این حال طرفی خانه میرویم تا نماز پیشین انشاءالله بامنیویم. نماز پیشین میخونیم. هزار رحمت کلام برای دعاهایتان، هزار رحمت کلام به هر یک سخنهایتان. امیدوارم که ما را خوب میفهمین. این کعبه خدا هست، خانه که خدا است همونجا است. برادرای عزیز، وقتی بر آمدن خواستن نبود در آمدن فقط دعا کردن، فقط وقتی مقصد این و اون نیست. به همون خاطر انشاءالله در حق همه برادرها دعا میکنیم که خداوند همه نصیب همین خانه خدا بگرداند. این خانه خدا، خانه خدا مکه، این مکه را دیز ندیم جین مکه. انشاءالله که مخلصی مهربان باشد. انشاءالله فقط از شما خواهش برادرای عزیز، به خاطر الله یک دیگر را ببخشین، باور کنین. وقتی جمعی میفهمی حیات چیه، وقتی جمعی اشیاء نیجه را میفهمی، چه خیلی درون و چه خیلی مقصد از اسلام چی بودن اسلام در اینجا احساسات میکنی، چی بودن اسلام در اینجا میفهمی. وقتی نزد خانه خدا میای، ولی هر یک بنده خطاکار است، هر یک ما خطا میکنیم، اما حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که به خطاگی‌ها فرح ندهیم و کوشش میکنیم که خداوند ما را برای راست صراط المستقیم نصیب گردانه. برادرای عزیز، انا حاضر به خواست الله مهربان نصیب کرده خدا خواهد. انا آب زمزم انشاءالله با مهربان خواستی خداوند اگر خواسته باشد آب زمزم میخوریم. برادرای عزیز، انا چی نام دارد؟ انا چی نام دارد؟ حاضر انشاءالله با خواستی الله آب زمزم نصیب ما میشود. برادرها بیا کامرای خیمه خبیم برای که به دستی راست آب زمزم انشاءالله بخوریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا خداوندا میگن آبی زمزم خوردی، هر نیتی کردی خداوند نیتات انشاءالله که عملی میگردونه. مردم هم از خانه خدا انشاءالله با برآمده و خواستی الله مهربان یک تگه میخوریم انشاءالله. که میگن که اگر که همین آبی زمزم بخری چی نیتی کنی خداوند نیتات میبخشد. این خداوند آره برادرای عزیز هیچگاه برادرای عزیز این آبی زمزم، این آبی زمزم میگیرین برادر همه مادرها گرفته. برادرای عزیز به خواستی الله مهربان بخشش. برادرای عزیز به خواستی الله مهربان میشینیم. بسم الله. خدایا خداوند کریم همه مردمی که بیمار هستند خدایا بیماری‌هاشون شفا بده. خدایا خداوند کریم هر کسی که در غریبی است، هر کسی که صاحب فرزند است، صاحب فرزند نداره خداوند صاحب فرزند نصیب بگردون. برادرای عزیز، همین انشاءالله به خواستی روزگی الله ویدیو را محکم میکنیم. همه وقت در حقم دعا کنیم، در حقم همیشه دعاگو باشیم برادرها. انشاءالله که در خانه خدا هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.